مهدی مهدوی دریافت در زمین برزیل. حالا پاس کوتاه. تغییرات رو در خط حمله میبینید، یکی پس از دیگری نقشه ها تدابیر عوض میشن تا مدافعین روی تور نتونن تشخیص بدن نوع حمله رو. این بار سیداو سانتوس زننده ضربه به توپ بود. بیسوتو رو میبینید و سرویس که زده میشه. غفور دفاع میشه. ویسوتو این پوشش رو ایجاد میکنه. امتیاز 24 برزیل رو در این ست در آستانه پیروزی برای این بازی قرار میده. سرویس زده میشه. دریافت در زمین و باز هم غفور دفاع میشه. امتیاز 25 برای تیم برزیل در این ست به دست میاد و موفق میشن 3-0 تیم ما رو ببرن. خوب بازی رو با هم